سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوایم در مورد افراد لاغری صحبت بکنیم که شکم دارن. اینا گلایه دارن که آقا ما همه جای بدنمون لاغره، اما در قسمت میان تنمون چربی انباشته شده. چیکار باید بکنیم؟ تا انتهای ویدیو همراه من باش. دوستان سعی کنید روزانه حتما فعالیت ورزشی داشته باشید. حتی اگر وقت کافی برای انجام دادن ورزش رو ندارید، من بهتون پیاده روی با سرعت بالا رو پیشنهاد میدم. پیاده روی که ضربان قلب خودتون رو احساس کنید. خب راهکار دومی که میتونم بهتون پیشنهاد بدم اینه که قند رو حتما حذف کنید. قند و شیرینیجات جز اینکه کالری کاذب برای شما داشته باشن چیز دیگه ای ندارن. ولی اگر نمیتونید این عادت خودتون رو کنار بذارید، یعنی حتما قند و شکر و شیرینیجات باید داخل روتین زندگیتون باشه، لینکش رو براتون بالا میذارم. در مورد جایگزین قند و شکر صحبت کردم. ضرری هم نداره و میتونه شما رو به هدفتون نزدیکتر کنه. دوستان به این نکته توجه داشته باشید که ما بین غذا خوردن خودتون اصلا از مایعات استفاده نکنید، حتی همون آب، چون باعث افزایش اشتهای کاذبتون میشه. بهتون قول میدم اگر به مدت 2-3 هفته نیم ساعت قبل از وعده غذایتون هر چقدر دوست دارید آب بخورید و بین غذا خوردنتون اصلا آب نخورید، قشنگ متوجه تخ شدن شکمتون میشید. خب میرسیم به مهمترین بخش از این ویدیو: حذف نان، حذف برنج. شاید تو نگاه اول حذف کردن هر کدوم از اینا برامون دشوار و غیر ممکن باشه، ولی خب میتونیم به جای مصرف نان از نان قهوه‌ای یا نان سبوسدار استفاده کنیم. این از پروسه نان. میتونیم به جای برنج از برنج قهوه‌ای استفاده کنیم و حجم خوردن برنج روزانه‌مون رو کاهش بدیم. میتونیم زمانی که برنجمون پخته شد روش شیوید خشک زیره سبزی سیاه بریزیم. خب بریم سراغ نسخه نهایی. زمانی که شما برنج استفاده کردی، لازمش اینه که یه قاشق چایخوری روغن زیتون و یه قاشق چایخوری پودر زنیان رو با همدیگه مخلوط کنید و بخورید. مطمئنم بعد از 2 الی 3 هفته واقعا نتیجهش رو میبینید. اگر این نسخه رو انجام بدید و نتیجهش گرفتید، حتما برای من کامنت بذارید. مرسی تا انتهای ویدیو همراه بنده بودید. ممنون میشم لایک، سابسکرایب و کامنت انگلیسی بر من بذارید.